سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من ففرم و به چنل من خوش اومدید. توی این ویدیو قراره بهتون یاد بدم که خودتون چجوری واسه کتاباتون بوکمارک درست کنید که گوشه کتاباتون رو تا نکنید و بتونید خیلی راحت اون قسمت رو پیدا کنید. نیاز داریم به مقوای مخصوص آبرنگ و یه مقدار آب. اول طرح مد نظرمون رو روی مقوای مخصوص میکشیم و با پاکن خمیری اون طرح رو پاک میکنید. شما میتونید از هر آبرنگی که دوست دارید استفاده کنید. آبرنگ آقا میری، پلیکان و خیلی برندهای مختلف هستن. فقط کافیه که رنگتون رو یکم با آب رقیق کنید و روی مقوا بکشید با هر شماره قلمویی که خواستید. فقط دقت کنید اگر کارتون ظریفه از شماره های پایین تر استفاده کنید و اگه طرحتون خیلی بزرگتره از شماره های بالای مثل 4، 5، 8 این قلموها میتونید استفاده کنید. میذارم ادامه ولاگو نگاه کنید و بقیه توضیحات رو بهتون میدم. امیدوارم لذت ببرید. خب وقتی که طرحتون رو رنگ کردید بذارید یه کوچولو خشک بشه که رنگا با هم دیگه قاطی نشه. بعدش از راپید هر شماره‌ای میتونید استفاده کنید. شروع کنید به دورگیری کردن کار و دور اون نقاشی که کشیدید و با راپید پررنگش کنید که اون طرح خودشو بیشتر نشون بده، مثل چشماش، دور لباسش، سرش یا مثلا کتابشو با راپید نقاشی بکشید. اینجوری باعث میشه که نقاشیتون خودشو خیلی بیشتر نشون بده و خوشگل‌تر بشه. خب حالا به اندازه 2 تا خط صاف به فاصله 5 سانتی متر تا بالا رو خط میکشیم با خطکش و پررنگش میکنیم. حالا میرسیم به اون قسمت جذاب که باید دور این روح و اون 2 تا خطی که کشیدیم رو قیچی کنیم. به فاصله 0.5 میلیمتر از این خطایی که کشیدیم شروع میکنیم به قیچی کردن. یه جورایی طرحمون رو اپلیکه میکنیم، میاریم بیرون از دل اون مقوای بزرگ. دقت کنید کار خیلی تمیز انجام بدید. قیچیش میکنیم و از اون قسمت بالا ما باید یه تای خیلی کوچیک به طرحمون بزنیم. از این قسمت تا میکنیم که محل نگهداری برگه هامون بشه و توی برگه کتاب میتونیم اینو جاسازی کنیم به این صورت و هر وقت کتابتون رو باز کردید این روح خوشگل خودشو نشون میده. خب بریم سراغ طرح دوممون، جوجه خیلی خوشگله. برای آبرنگ شما میتونید زمینه رو اول با آب خیس بکنید و کوچولو کوچولو شروع کنید رنگ برداشتن و پخشش کنید روی مقوا. اینجوری باعث میشه که یه رنگ خیلی ملایم از گوشه ها به وسط هدایت بشه و به این تکنیک میگن تکنیک خیس در خیس. من قبلی رو تکنیک خشک در خشک انجام دادم و این میشه خیس در خیس و اینجوری دستتون یه ذره آزادتره، میتونید سایه ایجاد کنید توی طرحتون. پاها و نوکش هم رنگ کنید و طبق اون نقاشی قبلی که داشتیم بذارید یکم رنگا خشک بشن و بعد با راپید بیاید دورگیری کنید که بازم طرحتون خودشو بیشتر نشون بده. من اینجا دور کار رو با راپید انجام دادم و این قسمت بال پرنده رو میبینید. ما باید با کاتر خیلی آروم پارش کنیم. یه چیز بذارید زیر دستتون که میزتون آسیب نبینه یا مواظب دستاتون باشید. اون قسمت بالو که بهتون نشون دادم با کاتر سوراخ میکنید و با قیچی دور کارتون مثل اون قبلی به فاصله 0.5 میلیمتر قیچی میکنید و این کار تمیز انجام بدید چون کار نهاییه.
وقتی که قیچی کردیم متوجه میشید چه طرح خوشگلی داریم و میتونید چجوری ازش استفاده کنید واسه گوشه کتاباتون. من خودم این جوجه ها رو بیشتر دوست داشتم چون از کتابم میزنه بیرون و معلومه بالش اینجوری باز میشه و میتونید بذاریدش گوشه برگه کتاباتون. امیدوارم از دیدن این ویدیو خوشتون اومده باشه. منو لایک کنید، سابسکرایب کنید و باعث افتخار منه که شما ویدیوهای منو ببینید.